دوستان عزیز، امیدواریم که در خانه هستید و روزهای تعطیل رو خوش و با فراغت می‌گذرونید و خصوصا که ایام تعطیل امکانات خوبی است برای خواندن اثرهای گوناگون بدیعی، مخصوصا برای آنهایی که هوادار و یا اشتراکچی به واسطه آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی هستند. لازم به ذکر است که پیوسته تلویزیون باهرستان وابسته به برگزاری همین آزمونی واقعا هم مهم، واقعا هم آزمونی که هواداران خیلی زیاد پیدا کرده است، همه روزه با جلب نمایندگان قشرهای گوناگون، خصوصا با جلب نمایندگان از کمیته تدارکات آزمون، از داوران و همزمان از اشتراکچیان فعال آزمون صحبت می‌گذراند و جریان آزمون پیوسته انعکاس می‌کند. و در صحبت امروزه ما حضور دارند استاد مرتضی زین‌الدینوف، مدیر کافتری نظریه و ادبیات نوین فارسی تاجیکی دانشگاه ملی تاجیکستان و همزمان باید گفت که استاد در آزمون اول فروغ صبحی دانایی که سال گذشته برگزار گردید راهبری هیئت داوران رو در نامینیت ادبیات جهان به دوش داشتند و البته استاد از آزمونی که در سال گذشته برداشت خیلی زیادی هم دارند و چندین صحبت‌های استاد و چندین اندیشه‌های استاد در رسانه‌های گوناگون خبری تا به امروز البته بعد خوانندگان و بینندگان و شنوندگان پیشنهاد شده بود. و استاد چون عرفه تعطیل است ما می‌خواستیم که صحبت رو از خود نقش کتاب خصوصا برای کودکان نورسان، برای جوانان از همین چیز آغاز کنیم، زیرا که انمی سن سالی است که نورسان امکان بیشتر دارند جهتی به مطالعه رو آوردن. درست گفتید. واقعا کتاب یک معجزه است. کتاب یک وسیله خیلی مهمی است که در تربیت معنوی انسان نقش مهم بازیده میتواند، هم برای نسل جوان و هم برای کلانسالان. دایر به نقش کتاب، مقام کتاب در تربیت انسان گذشتگان ما خیلی سخنهای عجیب گفتند و ملت تاجیک که تاریخاً ملت کتابدار است، ملتی با فرهنگ است، همه نیازهای خود را، بازیافتهای خود را و هر چیزی که اگر در ماورای تاریخ اثر این ملت گذشته باشد به واسطه کتاب‌ها به نسل‌های دیگر انتقال دادند و همین فضیلتی همراه کتاب بودن، با کتاب بودن، محبت داشتن به کتاب خوشبختانه میان ملت ما که سابقه خیلی خوب دارد امروز هم پابرجا است و امروز هم ما در مورد نقش کتاب در تربیت انسان، در تربیت معنوی جوانان ما، نسل نورس ما زیاد حرف میزنیم و این درست هم هست. گذشتگان ما البته طرزی که گفتیم درباره اهمیت کتاب و کتابخوانی خیلی زیاد گفتند، هم طریق کلام منظوم و هم طریق کلام منثور. اینجا یک چیز پیش‌روی من قرار دارد. یک فرموده دانشمند مشهور گیرتسنکی در مورد کتاب چی میگوید؟ تاکید میکند که کتاب وصیت‌نامه یک نسل به نسل دیگر و نصیحت پیری روزگار دیده به نورس است که حیات را آغاز کرده است. آن فرمان به دیدبان‌هایی است که یکی برای استراحت می‌روند و دیگری جای او را می‌گیرد. کتاب انا همین گونه فضیلت دارد، کتاب انا همین گونه نقش دارد در روزگار انسانیت و اعلام گردیدن آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است. سال دوم ادامه می‌یابد، البته زمینه‌های عینی و ذهنی خود را دارد.
سال گذشته با نام فروغ صبحی دانایی جریان گرفته بود و طرز شما تاکید کردید ما از اعضایان حکمان همون آزمون بودیم. من درک کردم که اعلام گردیدنی همین گونه یک آزمون سرتاسری با امر پرزیدنت محبوب کشورمان پیشوای معظم ملتمان امام علی رحمان به جامعه کنونی ما چی تاثیر رسانده توانست. من در آغاز تاکید کردم که سال دوم تکرار نمودن این آزمون زمینه های عینی و ذهنی خود را دارد و زمان معاصر یک زمان است. دوره معاصر یک دوره است که بسیار باشتاب پیش می رود و این دوره جهانی شبیه هم می گویند. دوره است که همه روزه حتی همه ساعته تکنیک های نو به نو پیدا می شوند. تکنیک های روی کار می بیایند که تا جای کتاب را می گیرند و جوانان ما تا اندازه به همان تکنیک های نو برآمد مایل پیدا می کنند و یا مفتونی همان شده اندک اندک از کتاب و از کتابخانه از نوشتن دوری می جویند. با نظر داشتی همین و باز چندین عامل های دیگر رهبری سیاسی کشور ما درک کردند که اکنون زمان آمده است که مردم را بار دیگر به کتاب و کتابخانه جلب نماییم و برای همین طریق امر جداگانه شروع از سال 2019 و امسال هم با امر جداگانه خویش آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است را اعلان نمودند و نتیجه سال اول برای همه قشرهای جامعه معلوم است که در جمعیت ما چی نقش گذاشت، به جمعیت ما چی تاثیر گذارنده توانست. انسانیت بسیار خصلت‌های دارد، هم خردسالان و هم کلانسالان. انسانیت در همه دور و زمان از همدیگر عبرت میگیرد، به همدیگر پیروی میکند. اگر در یک مکتب، در یک صنفخانه با اعلان گردیدن همین آزمون یک نفر این یا آن جای افتخاری را صاحب شده باشد، البته به همان صنف و به همان مکتب تاثیر خوبی خود، تاثیر مثبتی خود را میگذارد و انا همین دایره دوره به دوره وسیع شده امروز در جمعیت ما یک سبقت عجایب پیدا شد که کی بیشتر کتاب میخواند، کی بیشتر حفظ میکند، کی بیشتر از ادبیات خلقهای دیگر، از ادبیات جهان آگاهی پیدا میکند و با نظر داشت نتیجه خیلی خوبی سال اول این سال هم آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی اعلان گردید و البته سال اولی گذرانیده شده تجربه نخست بود، تجربه اول بود، هم برای مکتب‌های تحصیلاتی همگانی، هم برای مکتب‌های عالی و هم برای قشرهای دیگری جامعه. برای همین شاید از بعضی نقصان‌ها هم عاری نباشد آزمونی که ما گذرانیدیم، لیکن مهم آن است که مردم بیدار کرد. مهم آن است که شوق و ذوق مردم به کتاب و کتابخانه دیگر باره جلب نمود و مقصد از اعلان گردیدن آزمون جمهوریوی هم انا همین است و همین بود که مردم به کتاب خو گیرند، مردم به کتاب رو بیارند. ولی استاد واقعا خیلی اشاره مفصل دارید و در رابطه با سخنهای شما درست گفتید که این سال که آزمون مشخص تر شد،
یعنی الکی با 3 گروه سن سالی جدا شدن اشتراک کردند و همزمان نامیناسیون به 5 رسیدند. روی خط نامیناسیون به 5 رسید و این یعنی اگر سال گذشته می‌بینیم که از روی سن سال از مثلا از کودکان خردسال تا نفران کلانسال یعنی آمیخته بود شرکتشون در نامیناسیون الهیده. ولی امسال ببینید که الکی مشخص شد. یعنی کودکان سن خردی مکتبی و تا مکتبی، کودکان سن بالای مکتبی و دانشجویان و ماگیسترها و دکترانها و همزمان سیم قشر نمایندگان قشرهای گوناگون جامعه که این الکی هم کار داوران را آسان میکند، هم کار کمیته تدارکات را و هم برای خود نفرانی که اشتراک میکنند خیلی آسان میافتد. خیلی خوب کردید. بله، با همین نکته که شما تاکید کردید حتی یک مرتبه پیشوای معظم ملتمان در سخنرانیشان هم ایراد گرفتن، تاکید کردند که حقیقتا به سراسیمگی راه دادیم و اشتراکداران سن سال اشتراکداران را خیلی مخلوط کردیم. امسال همین به طور مشخص معین گردید. به طور مشخص معین گردید که این هم برای اشتراکداران و درست گفتید که هم برای هیئت حکمان و هم برای منفعت بیشتر دادنش یک عاملی خوب شده میتواند. انا این مشخصاتی که پیدا شد من باور دارم که برای بصفت گذاشتن، برای خوب گذاشتن، در سطح بلند گذاشتن آزمون مساعدت کرده میتواند. سال گذشته واقعا هم ما شاهد بودیم که خب مکتب بچه‌ها هم هستند، اون نمایندگان باغچه های بچگانه هم هستند، دانشجویان هم هستند، فرض کنیم حتی موی سفیدان هستند، موی سفیدان هم هستند. تا اندازه میان آنها خب یک ربطی عمیق خلالدار گردید و این سال خوشبختانه همین چیز اصلاح شد و هر یک انا همین 3 طبقه که جدا کردیم اینها آزادانه آمادگی میگیرند و آزادانه در آزمون اشتراک کرده میتوانند که این منفعت آور است. بله. این منفعت آور. بله. و استاد گذاریم به نامیناسی ادبیات جهان که شما به واسطه خود راهبری هیئت داوران با عهده داشتید و واقعا هم از جمله خوب هر نامیناسی دشواری به خود دارد، ولی من گمان میکنم که این نامیناسی خاص است زیرا ادبیات جهان یک بحری است که دریاهای بیکنار از چند طرف به آن میریزند و آن بحر را پر میکنند و ما شاهد بودیم که در این نامیناسی از تطور گفتید از خردسالان تا نفقه خوران حتی شرکت ورزیدند. شما درست گفتید. اینجا یک چیز تاکید کردن ما در کار است. یک چیز تاکید کردن ما در کار است که هیچ یک ادبیات تنها مستقلانه رشد کرده نمیتواند. همه ادبیات ها میان هم ارتباط دارند، علاقمندی دارند، از همدیگر بهره میبردارند، از بازیافت های همدیگر استفاده میبرند، ابرازهای تازه را قبول میکنند و اندیشه های تازه، اندیشه های نو، غایه های نوی که در این یا آن ادبیات پیدا می شود تدریجاً به ادبیات دیگر، به ادبیات خلق دیگر، به ادبیات مملکت دیگر هم می گذرد و برای همینطور فهمیدن در کار است که میان ادبیات های گوناگون زبان نوابسته از دوری مسافه، نوابسته از گوناگونی زبان، نوابسته از گوناگون بودن مؤلفان آنها همیشه یک پیوندی عیان و ناعیانی عجیب وجود دارد. این به مثل همان قاعده و قانون‌های قطعی متماتیکی، فرموله‌های قطعی متماتیکی، این یک اکسیوم است. تأثیری بین همدیگری ادبیات ها، تأثیری بین همدیگری فرهنگ ها این ابدی است و هر قدر که اگر همین ارتباط بین همدیگری ادبیات ها بیشتر گردد صفت ادبیات های ملی هم بهتر می گردد. با نظر داشتی انا همین
یک نامینه جدا شده است با نام خواندن نمونه‌های ادبیات جهان و در نظامنامه آزمون سالی گذشته هم در نظامنامه آزمون امسال ما هم تعداد اولیه اثرهای خوانده شونده ادبیات جهان ذکر یافته است که آنها را میتوان گفت که یک نوع یک طرزی که به زبان روسیه هم میگویند یک نوع شедевری ادبیات ها است یک نوع یک نمونه برجسته نمونه عالی نمونه های برجسته این یا آن ادبیات که اون خواندن اون آگاه بودن از اون این سطح معرفتناکی سطحی خوب به دانش‌های زمانه موافق بودن و جوابگو بودن هر یک ضیایی هر یک دانشجو و هر یک اشتیاقمند خواندن کتاب را معین میکند و باز یک چیز دیگری که ما از آزمون سال گذشته به خود گرفتیم این در ارتباط به همین نامیناسیای چهارم بودیم امسال هم نامیناسیای چهارم است نامینه چهارم است در ارتباط به همین نامینه ادبیات جهان درک کردن سطح زباندانی داوطلبان ما تعداد زیادی دختر بچه های پسر بچه های بودند که نمونه های ادبیات فرانسوی، انگلیسی، روسی، آلمانی و خلقهای دیگر را از نسخه اصل خواندند از اوریجینال خواندند که این خیلی پدیده نادر است هرچند که در آزمون ما در نظامنامه آزمون ما تاکید شده است که هم در ترجمه و هم در نسخه اصل خواندن روا است گفته آنها واقعا هم در ترجمه خواندند و هم از نسخه اوریجینال از نسخه اصل خواندند و وقتی که میبرانو فرض کردیم از این یا اون ادیبی عالم شمول این یا اون اثری اون را نامبر میکنه این چیزا من خواندم میگویند اعضای حکمان میپرسند که به زبان روسی خواندید یا ترجمه تاجیکیش خواندید یکی میشنوید که داوطلب میگوید که من این از نسخه اصل خواندم از انگلیسی خواندم شما زبان انگلیسی بلد هستید شما زبان انگلیسی میدونید بله استاد من زبان انگلیسی میدونم به زبان انگلیسی خواندم حتی حالت‌های پیدا شد که برای درست فهمیدن آن که آنها واقعا هم از نسخه اصل خواندن یا از نسخه ترجمه خوانده‌اند متخصصای احتیاطی که آماده کردگی بودند هیئت تدارکات راهبران متخصصان احتیاطی هم آماده کردگی بودند متخصصان زباندان آنها را دعوت کردند و گفتند که صحبت کنید به زبان انگلیسی وقتی که صحبت میکنند آزادانه مانند یک نفر انگلیس به این زبان گفتگو کرده میتواند درباره همین رمان درباره همین اثر یا که درباره زندگی نامه همین ادیب عالم شمول بی‌ملال گپ زده میتواند صحبت کرده میتواند اگر همین چیزهای بینابت گیریم اگر این هم عملی گردیدن و تطبیق گردیدنی یکی از رکنهای سیاستی پیشگرفته راهبری دولتمان پرزیدنت محبوب کشورمان امام علی رحمان است که همه وقت تاکید میکنند که در برابر زبان مادری خود نه کمتر از 2 زبان را ما باید در سطح لازمی دانسته باشیم و همین چیز ما با چشم خود دیده توانستیم انا پهلوی دیگری همین مسئله ادبیات ترجموی است ادبیات ترجموی و خوشبختانه ادبیات ترجموی ما ادبیات خوب است سابقه خیلی خوب دارد ادبیات ترجموی ما و اینم تاکید کردن ما در کار است که دانشمندان خصوصا ادبیات شناسی مقایسوی همین گونه نتیجه گیری کردند که هر کدام خلق و ملتی که ادبیات ترجمویش پیشرفته باشد ادبیات خودی ادبیات ملی خودش هم پیشرفته است و برای همین
خوشبختی ما در آن است که هنوز از سالهای 20 البته با اون تاریخ دیرینش الان کاردار نمیشیم، از سالهای 20 و 30 تا این دوره نمونه های نادرترین ادبیات خلقهای جهان به زبان تاجیکی ترجمه گردیده است و برای خوانندگان ما امکانیتی فراوان وجود دارد که از اون نمونه ها به زبان مادری خود ما استفاده برند و هر کسی که طرزی گفتیم زبان دان هستند می توانند به آن زبان چی کنند و همین چیز به طوری مداوم از جانب راهبری دولت ما هم تاکید میشه. من یک چیز میخوانم اینجا چی گفتن: غیر از آثار خطی زبانهای گوناگون، پیش از همه زبانهای قدیمه آریایی، هندی، یونانی، ارمنی، عربی، خطایی و روسی وابسته به تاریخ، ادبیات و فرهنگ تاجیکان باید جمع آوری گردیده به زبان تاجیکی ترجمه و دسترسی خوانندگان کرده شود. این تاکیدی راهبری کشورمان. در برابر این باید برگردان و به زبان تاجیکی ترجمه کردن اثرهای تاریخی و علمی دانشمندان را که در تاریخ علم خدمت‌های برجسته کردن از خاطر نبراریم، زیرا این کار برای رشد زبان علم نیز مساعدت میکند. تاکید کردن اونجا که ما در ساختار اتفاق نویسندگان مرکزی ترجمه و در اکثر دانشگاه‌ها مرکزهای علمی تأسیس داده ایم. وظیفه آنها محض ترجمه، برگردان و بازنشر آثار ارزشمند گذشتگان معاصران جهانی و وطنی به شمار می رود، گرچند آثار منظوم و منثور ادیبان کلاسیکی و معاصر قسما ترجمه گردیدند. برای همین ادبیات ترجمه‌ای هم در شمول ادبیات اصلی خود ما، ادبیات اوریجینالی خود ما عمل میکند و امروز هم بهترین اثرها ترجمه شده. یک مثال همینجا به یادم اومد، یک بار تاکید کنم. اگر خطا نکنم 2 سال قبل به زبان تاجیکی یک رمانی محتشمی نویسنده ترک پاموک، اورخان پاموک، نام من سرخ است، ترجمه گردید. نویسنده اورخان پاموک این برنده جایزه نوبل، برنده جایزه نوبل است و وقتی که همین رمان که به زبان تاجیکی ترجمه شد استقبال کردیم، درباره صفت ترجمهش چیزی نمیگویم الان. استقبال کرده وقتی که از نظر گذراندیم، کس در حیرت میماند از تاثیر ادب و فرهنگ تاجیکی به مردم ترک زبان و ترک نژاد. از آغاز رمان تا انجام رمان خواننده از ادبیات تاجیکی کنده نمی شود، از فرهنگ تاجیکی، از فرهنگ فارسی کنده نمی شود. از همین کلاسیکان ما شروع از ابن سینا و رودکی و فردوسی و خصوصا نظامی گنجوی و سعدی شیرازی صیفه نیست که ذکر نشود و حکایه به کار نبیاد و از نام آنها چیزی گفته نشود. و از همین سبب همین جبهه اون من علاهیده خودم گرفته بازتاب فرهنگ تاجیکی در رمان ترکی با همین نام در ادبیات و صنعت یک صفحه یک مقاله هم چاپ کردیم و با خوانندگان معلوم کردیم که همین خیل از ادبیات‌های دیگر هم ما شهامت ادبیات خود ما دیدن ما ممکن است، بزرگی ادبیات خود ما فهمیدن ما ممکن است. در اون نامگوی اثرهای ادبیات جهان که برای خواندن توصیه شدن، فرض کنیم اونجا کمدی الهی دانته هست، الیگری دانته. وقتی که کمدی الهی دانته خوشبختانه ترجمه یک قسمی آن وجود دارد، وقتی که اون میخواند به تاریخ دیرینه ترین مردم خود ما روبرو میشه، نگاهی قیاسی پیدا میشد و کس در حیرت میماند که هنوز در همان دوره ها میان این ادبیات های و این فرهنگ ها داد و گریفت، معاوضه وجود داشته است، داد و گریفت وجود داشته است. یعنی کتاب و کتابخوانی انا همین گونه اسرار،
ҳамин гуна як падидаҳои нодирро ҳам барои хонандаҳо метавонад кушода диҳад, метавонад бозгӯ намояд. ва ин мисолҳои шумо мисоли равшан буданд, тавре пештар гуфтед доир ба таъсири байни ҳамдигари адабиётҳо. ва устод як масъалаи хеле муҳим аст, доир ба тарзи хондан. масъалаи хеле муҳим аст ва бинед ки баъзеҳо вақте ки рӯйхати адабиёт пешниҳод мекунанд аз ҷониби доварон хуб бозпурсӣ мешавад, маълум мешавад ки танҳо бо номи баъзе образҳо ё шояд баъзе эпизодҳои асар кифоя кунад ки ва ҳолон ки аз асар ҳикмат гирифтан ин аллакай тамоман дигар аст. яъне фаҳмида хондан яке аз ҷузъиётҳои асосии ҳамин озмун ба ҳисоб меравад. дуруст аст. тарзе ки шумо ҳам гуфтед, ман як намуна овардам. ҳақиқатан довталабон бояд ки рӯйхати асарҳои хондаашонро пешниҳод кунанд. дар низомнома ҳам ҳамин чиз таъкид шудааст. рӯйхати ҳамаи чизе ки аз ёд карданд, ҳифз карданд ва рӯйхати асарҳои хондаашонро бо нуктаҳои асосияш бояд ки рӯйхат кунанд, ё дар шакли дастхат ё дар шакли чопи компютерӣ ба аъзои ҳакамон бояд пешниҳод кунанд ва онҳо аз рӯи ҳамин бо довталабон суҳбат мекунанд. ва албатта ҷой дошт, он нуктае ки шумо таъкид кардед, он нукта ҳам ҷой дошт. лекин дар баробари ин боз довталабоне буданд ки воқеан аз рӯи ҳамон принсипе ки шумо таъкид кардед ҳамин хел асар хондаанд. яъне бо дарки моҳияти ин ё он асар, ҳадафи асосӣ, мақсади асосии муаллиф, ғояи асосии асар, проблемаи умдае ки дар ҳамин як роман ё повест ё ҳикоя муаллиф ғунҷонда тавонистааст, масъалагузорӣ кардааст, бо дарки ҳамин чиз хонда омада пешниҳод карда тавонистанд. ва ман боварӣ дорам ки ҳамин чиз имсол боз ба шакли дигар падидор мегардад, сифатан беҳтар мегардад ва ба хонандаи умум таъсири худро расонида метавонад. бале, ташаккур устод. ва ман боварӣ дорам ки аз ин суҳбате ки мо доштем бинандагон ба худ хеле бардошти хуб гирифтанд, хусусан он нафароне ки имсол азм доранд ки дар озмун ширкат меварзанд ва аллакай марҳилаи аввали озмунро тай карданд, чун қисмати аввали озмун аллакай ҷамъбаст шуд. ва ман хоҳиш доштам ки агар шумо дар оянда фурсат дошта бошед, вобаста ба баъзе вижагиҳои адабиёти ҷаҳон як суҳбати хоса ороем, зеро ки тавре гуфтем номинатсия хеле хоса аст, чун агар ки дар номинатсияҳои адабиёти классикӣ ва муосир аллакай гурӯҳбандӣ муайян аст ки яъне адабиёти классикӣ тоҷик аст, адабиёти муосир, вале дар номинатсияи адабиёти ҷаҳонӣ ҳам классикони адабиёти ҷаҳонӣ ҷой доранд ва ҳам намунаҳои беҳтарин адабиёти муосири ҷаҳонӣ дар ин қисмат ҳаст ва як вижагиҳои хосро дорад. ман ду чиза таъкид карда мехоҳам. Марамат. бо восита ба ҳамин гуфтаи шумо ду чиза таъкид карда мехоҳам, барои он ки давраҳои асосӣ ки дар пеш ҳаст, довталабони мо, хонандагони мо ин чиза бояд дарк кунанд. як чиз, як намедонам ина нуқс гуфтан мумкин аст ё андак норасоие ки дар ҳамин номинатсияи адабиёти ҷаҳон соли гузашта ба чашм расид, соли гузашта вуҷуд дошт, ин ҳамин буд ки довталабони мо вақте ки адабиёти ҷаҳон мегӯем, гӯё ки ҳамин хел фаҳмидаанд ки адабиёти англис, адабиёти амрико, адабиёти фаронса, адабиёти олмон, гӯё ки чизи дигар нест, ҷаҳон аз ҳамин иборат бошад. ва барои ҳамин азоини ҳакамон гаштаву баргашта аз довталабон мепурсиданд ки модоме ки мо адабиёти ҷаҳон мегӯем, намунаҳои беҳтарини ҳамаи адабиётҳоро дар назар дорем ва хусусан адабиётҳои собиқ иттиҳоди шӯравиро фарз кардем, адабиёти гурҷӣ, адабиёти арманӣ, беҳтарин намунаҳои наср дар он ҷо ҳаст. адабиёти озарбойҷон, адабиёти ҳамсояҳои мо, адабиёти узбек. масалан, чӣ хел мешавад ки аз романҳои беҳтарини адабиёти узбек масалан хонандаи мо бехабар монад. гаштаю баргашта мепурсидем ки шумо романҳои абдулло қодириро хондаед, масалан ҳамун романҳое ки
روزهای گذشته کجدم از محراب متاسفانه قسمی کمشون آگاهی داشتن و همین چیز تحقیق کردیم. من باور دارم که امسال دایره فهمش آنها از ادبیات جهان زیادتر میگردد، زیرا در این ادبیات ها هم خیلی نمونه های سره هست که به آن پیروی کردن ممکن، از اون استفاده کردن ممکن. و چیزی دیگری که در اول هم گفتیم، باز در سطح بلندتر میان ادبیات تاجیک و همین ادبیات ها ارتباطی بین همی وجود دارد، رابطه ها، علاقه ها وجود دارد و این چیزها البته من باوری دارم که این سال اصلاح میکردد. یک چیزی دیگری که به یاد آمد یک بار گویم که میان خلقهای گوناگون معلوم می شود که همین معاوضه فرهنگی دائمی وجود داشته است. یعنی همین داد و گرفت کتاب هم که امروز فرض کردیم یک نمودی سیقل خورده دیگرش طرزی که در یک سال یک مرتبه نمیدونم یا در چند سال یک مرتبه میگذرانیم، روزهای کتاب. بله. روزهای کتاب و وابسته به همین بینندگان ما، خوانندگان ما به نمونه های خیلی زیادی ادبیات ها آشنا میگردند و همین چیز بسیار اهمیتی ویژه دارد. و به تازگی در هفته‌نامه معتبرمان، هفته‌نامه ادبیات و صنعت، در ارتباط به تجلیل 75 سالگی عید غلبه یک مقاله بسیار خوبی رئیس اتفاق نویسندگان ما نظام قاسم چاپ شد و در اونجا دلیل های بسیار جالب است. دلیل های بسیار جالبی است که به همین یک حادثه مدهش تاریخی خلق تاجیک، ریسپوبلیک تاجیکستان چی حصه گذاشته است، چی سهمی گذاشته است و دو دلیلش توجه من جلب کرد. یکی همین است که حتی در همون دوره مرکبترین هم تاجیکان به مبلغ 56,000 سامانی سوم گفته که کن اونجا 56,000 سوم کتاب خریده همین فرونت لشکر عسکر با کتاب تامین کردن. یعنی کتاب دادن برای مردم ما یک نوع معرفت است. و دلیل دیگر همین است که بر عوض آن مثلا 15,000 نسخه کتابی که کتاب‌های درسی که برای مکتب بچه‌های ما در همون اوج تیرباران و شدید بودن جنگ از لنینگراد به ما رسید. حتی کتاب‌هایی که طریق راه حیات آمدن، طریق قطارها آمدن، کتاب‌هایی که حتی تیر خورده بودن. و یک منظومه بسیار عالی جناب مومن قناعت هم هست با نام کتاب‌های زخمین. این اشاره به همون چیز است. یعنی میان خلق‌ها یک نوع وسیله بسیار عجیبی که آنها را به همدیگر قرین میگرداند، آنها را به همدیگر نزدیک میگرداند، همین کتاب است. هرچی قدر که اگر توجه به کتاب بیشتر گردد، دنیا شناسی ما، جهان شناسی ما، احترامی بین همدیگری ما همین قدر زیاد میگردد و با نظر داشتی همین گونه فضیلت ها تکرارا میگیم که سال دوم است که با امر ویژه‌ای پرزیدنت محبوب کشورمون، پیشوای معظم ملتمون، آزمون جمهوریوی فروغ صوفی دانای کتاب است اعلام میشد و همین ادامه یافتن همین گونه آزمونی سطح جمهوریوی که طرزی که در اول اشاره کردیم همه قشرهای جامعه را میتواند فرا گیرد، از همون نسل نورس شروع کرده تا بالا همه قشرهای جامعه میتواند فرا گرفته تواند و ادامه دادن این واقعا هم برای خودشناسی ما، برای آگاهی پیدا کردن از تاریخ گذشتگان خود ما، از تاریخ گذشته خود ما و برای در این جهان معاصر معین کردن موقع خود ما نقشی مهم بازیده میتواند. بله درست است. و
واقعا باور داریم که این مسئولیتی که از جانب شما با نفرانی که در آزمون شرکت می‌ورزند و عموما برای نفرانی که هواداران آزمون، هواداری کتابخوانی هستند، واقعا تاثیر خوب میرساند و ما از برگزاری آزمون امسال باور داریم که نتیجه خیلی خوب را به دست میاریم و وابسته با پس‌های دیگر آزمون البته شما رو باز دعوت میکنیم و باز مسئله شما رو دایر به مسئله های دیگری وابسته با آزمون البته به بینندگان پیشنهاد میکنیم. و دوستان عزیز، اینجا صحبت ما با استاد مرتضی زین‌الدینوف، مدیر کافدر نظریه و ادبیات نوین فارسی تاجیکی دانشگاه ملی تاجیکستان به انجام میرسد. صحبت های ما دایر به برگزاری آزمون امسال فروغ سپیدان کتاب است، پیوسته ادامه خواهند یافت. تا بازدید.